سلام بچه ها، چطوری؟ من پرهام هستم. اومدیم با اولین ویدیو با پرهام. ایشالله سال نو شما مبارک باشه. سال نو مبارک. ما از ویدیو یعنی من به چند مشکل برخوردم و این چند ویدیویی که گرفتم این فکر کنم پنجمی ششمی باشه. این یه مشکلات داشت دیگه. این داستان ها قراره که کلی با هم خوش بگذرونیم، کلی ویدیو آموزشی همه چیزه میذاریم، با سیستم هم شما رو آشنا میکنم. نظر به جلوی سیستم این چه بذار ببینم. نه نمید در حال سیستم کم بود. ایشالله که سالانه شما مبارک، عیدتون مبارک. بریم سراغ اولین ویدیو. یه سری مشکلات پیش اومد. من این ویدیو دومی که میگم اون قبلی هست شد متاسفانه. خب ببینید الان به خاطر اینکه بازی هنگ نکنه، شما صدای منو داریم دیگه. خب به خاطر اینکه بازی هنگ نکنه بهترین کار اینه که من دوربین رو الان ببندم. یه لحظه بذارید، همین صدا کافیه. شروع میزنیم دیدم هنگه ولی خوب. خب ما فعلا صبر میکنیم که این هم بالا بیاد. من میام ویدیو رو استوب بدم بهتر. خب بازی شروع شد. اول بازی چون که در فیلم یکم لگه. ما فعلا از فضاش میریم یکم فیلم برداری کنیم. اینجا سینما رو داره. بچه ها یه چیزی داخل حالات غیر مستقیم مثلا نگاه کن. الان اینجا پایین یعنی از کنترل درهای ماشین قفل داخل غیر نسخه رفعی و همینجور میره پایین. اونا قفل فقط چند تا بازه که کارهای معمولیه. خب اینجا پمپ بنزین بود. اینجا پمپ بنزینه. یکم میچرخیم. اینجا سینماست. باز اینجا میبینیم. باشه شاید هم اگه شما خیلی لایک کنین و خیلی کامنت بذارین و نمیدونم این کارا رو بکنین، شاید یه قرعه کشی کنین. من یه کاری بکنم که شما به بازار من وصل بشین. اونایی که بازارشون تازه نصب کرده و میرین داخل حساب میان ورود فهم میکنم برای اون وصل بشن به حساب من و مش بازی پیجو پاس برای اونا به نسخه حرفه‌ای تبدیل شه. حالا اگر قرعه کشی شاید هم نذار. اینجا ایستگاه اینجا اینا هستش. باز تابلوی آنلاین شهر هستش. یکم همینجا بریم. شاید برای شما الان اینجوری همین داخل نسخه حرفه‌ای هم باز این تمام نمیشه. این تمام نمیشه. این تمام نمیشه. غیر نسخه تمام میشه. یه باغ بخش هم داره اونجا نداره. اینجا
ساختمان ویدیو پخش چند نفره. این داستان دیگه اگه میخواین آموزش کلی رو بهتون بدم حتما بگیم مثلا پارت های جدید بذارم، با پسر خالم بریم آنلاین بازی کنید، با پسرم پسر خاله باز مثلا اگه دلتون میخواد اینجا خیلی کار آموزش بدم، بازی کنیم، شادی کنیم، بازی رو بدیم مثل کال آف دیوتی اگه تونستم بکی میریم چون بیچه مقدمی نمیکشه. هرچی که شما لایک کنیم بذاریم. الان یه ویدیو کوتاه بود، برای اولین ویدیو خوب بود. ویدیوهای بعدی مثلا طولانی تره. اما این تمام شد. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک، سابسکرایب یادتون نره، پیج ما هم دنبال کنید که ویدیوهای جدید ما بذاریم، کانال های جدید بذاریم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.